با سلام به کانال خودتون، خیلی خوش اومدین. امروز در مورد کاهش وزن تو رژیم تغذیه‌ای و 2 تا از برنامه‌های کاهش وزن، رژیم کتوژنیک و رژیم فستینگ که خیلی به‌روزن و در سر زبوناش صحبت می‌کنیم. پیش از هر چیزی بگم اگه شما برنامه‌های قبلی رو دیده باشین متوجه شدین که خب ما منابع انرژی رو تعریف کردیم و نحوه محاسبه انرژی شخصی خودمون رو در طی روز حساب کردیم. حالا اگر از اون محاسبمون 700 کیلوکالری کم بکنیم مطمئنا در انتهای ماه 2 کیلوگرم یا بیشتر کاهش وزن داریم. حالا اومدیم و کاهش وزن اتفاق نیفتاد. میگم این تغذیه آگاهانه خوبیش اینه که ما ذهنمون یک فرایندی رو شکل میگیره، یک تصویرسازی میکنه، میتونیم خودمون یه تصمیمایی رو بگیریم که اول از اینکه دل سردمون نمیکنه، خودمون میتونیم تصمیمای خودمون رو بروزتر کنیم. مثلا من کالری دریافتیمو اشتباه حساب کردم، کالری ماده‌های غذایی رو اشتباه حساب کردم، یا اینکه من ورزشمو درست حساب نکردم، یا اینکه یه جاهایی واقعا اون برنامه خود خدا که مجبور شدم بشکونم. خب پس چرا شکوندم؟ علتش چی بوده؟ دلسرد بودم یا اینکه گشنگی داشتم؟ حالا همینجور که ما جلوتر میریم میتونیم بفهمیم که خب بله من طبیعیه ممکنه یه روزی بخوام یه برنامه‌ای رو بشکونم بدونم حداقل با چه ماده‌های غذایی کم کالری میتونم اون حجم مناسب رو داشته باشم. پس اینجوری اگه ما 700 کیلوکالری در طی روز از رژیم غذاییمون کم کنیم، آخر ماه بیشتر از 2 کیلوگرم کاهش وزن خواهیم داشت. اون پایش آخر ماه به ما کمک میکنه. هدف ما هم اون آگاهیه، اون دانشه. واقعا اون کاهش وزن اگه ما به اون دانش و آگاهی برسیم خیلی راحت به دست میاد. ما اگه یه ماه کاهش وزن نداشتیم ناراحت بشیم و دنبال کارهای دیگه‌ای بریم و بگیم مثلا نمیشه، من آبم میخورم چاق میشم، اون دلسردی برای عدم آگاهیه، یا اینکه شما خودتون رو تو اون فرایند دخیل نمیدونین و احساس میکنین از بیرون بهتون اجبار میشه که حتما یه کاری رو انجام بدین. خب آدم بعد از این مدتی دلسرد میشه وقتی نتیجهش رو نگیره. حالا یه کمی بخوایم جزئی تر بهش بپردازیم، توی برنامه تغذیه میگن 1 گرم چربی حدود 9 کیلوکالری یا کالری میده. خب این 1 گرم چربی خالصه، ولی یعنی اگه ما 1000 اگه بخوایم ریاضیش رو حساب کنیم یعنی باید 9000 کیلوکالری ما کمبود کالری داشته باشیم تا 1 کیلو چربی رو بسوزونیم. ولی توی بدن خب این چربی به صورت سلولیه و مایع میان بافتی داره و کلا آب داره. بودن 1 کیلو چربی بدن 7700 کیلوکالری. میگم اینا هم همه نسبیه، اونقدر ریاضی نیست. میگم مهم اون تغییرات کوچولو تو سبک زندگیمونه، اون دید آگاهانه است که به ما خیلی کمک میکنه بتونیم شاد باشیم و آگاهانه زندگی بکنیم. حالا کاهش وزن و افزایش وزن هم جزئی از اون میشه. خب طبیعتا اگه ما بخوایم کاهش وزن ایجاد بکنیم کالری روزانمون رو کمتر دریافت میکنیم. اگه بخوایم افزایش وزن ایجاد بکنیم کالری روزانمون رو بیشتر دریافت میکنیم. مثلا کسایی که میبینین خیلی اضافه وزن دارن، اینا فرآیندهای 10 ساله یا 20 ساله اتفاق افتاده که این افزایش وزن ایجاد شده. پس یه شبم نه درسته برای بدن و نه میشه یه شب همونو برگردون و اصلا اومدیم و با یک دارویی با یک کاری اون وزن یه دفعه برگشت. اون فعالیت های 20 ساله، اون تغذیه نادرست 20 ساله یه دفعه برگشت و شما به اون حالت که دوست دارین میرسین. ولی وقتی سبک زندگیتون، اون نگرشتون به مواد غذایی تغییر نکرده، بعد از یه مدتی دوباره دچار افزایش وزن میشه. در مورد رژیم های خورد و خوراک یا برنامه های تغذیه‌ای خیلی اگه قدیم و یادتون بیاد مثلا میگفتن رژیم مایعات بخورید، یا مثلا رژیمی که فقط آب داره، یا رژیم هایی که سبزیجات خیلی زیادی داشت. میگم اینا هیچ عیبی هم نداره، همشون به جایگاهشون یه جنبه‌ای از مفهوم تغذیه رو پر میکنن. ولی اگه ما آگاهانه بهش نگاه کنیم میتونیم ازش به صورت ابزاری درست استفاده بکنیم. ولی اگه ناگهانه اجباری مثلا یک کسی به ما بگه فقط آب بخور لاغر میشه، خب بله، ولی بعد تا کی؟ وقتی من ناگهانه دارم یه چیزی رو اجباری رعایت میکنم مسلما بعد از یه جایی
خودمو دخیل نمیدونم و از اون برنامه جدا میشه. امروزه 2 تا برنامه تغذیه‌ای هستش، یکیش نخوردن فستینگ، یکیش هم رژیم کتوژنیکه که تو علم پزشکی ما از جای ژن داریم یه مفهوم تولید داره. اصلا ژن ها کدبندی‌های تولید پروتئینای درون سلول ما هستن. کلا ژن یه مفهوم تولیدی داره. پس کتوژنیک یعنی کتون در بدن ما تولید میشه. این 2 تا رژیم خیلی الان در موردش صحبت میشه. در مورد اینا میخوام صحبت بکنم. پیش از هر چیزی اومدم ببینم چجوری یه آدمی که هیچ اطلاعاتی از پزشکی نداره با اینا بخواد ارتباط برقرار کنه. حس کردم یه سری مکانیزم‌های تکاملی رو بگم، یه سری کمک بگیرم از ورزش‌ها یه مختلف مثل ورزش‌های المپیک، یه سریش هم که یه مکانیزم خیلی ساده‌هایی که توی بدن هست. مثلا وقتی قند خون ما بالا میره انسولین ترشح میشه. کار انسولین اینه که در عین دریچه‌هایی که قند رو وارد بدن میکنه تحریک میکنه و میگه این دریچه باشه و اون قند وارد بشه. خب اگه قند خیلی توی بدن ما باشه، همیشه توی سطح خون ما باشه و انسولین هی باشه، کم کم سلول تصمیم میگیره این محرک بدونی که هی بهش میگه این در واکن این در واکن، میگه این محرکه که همیشه هست، من این دریچه ها رو کمتر بکنم. پس ما یا اون پاسخمو به انسولین کمتر بکنم. میگم بدن یه چیز پویاییه، مثل دستگاه گوارش که گفتم شما یه عنصری در بدنتون کم باشه، دستگاه گوارش تغییراتی ایجاد میکنه که اون عنصر رو بیشتر جذب کنه. سلولا هم این شکلی هن. اگه ببینن تو محیط اطرافشون پر انسولینه، خب گیرنده های انسولین رو کمتر تولید میکنه. همچین مکانیزمایی توی بدن در مورد انسولین هستش که انسولین یه هورمونیه که وقتی قند ما توی خون از یه حدی بالاتر میره از طریق پانکراس ترشح میشه و باعث میشه که قند وارد سلول بشه. کلا بدن ما سلولای مختلفی هم داره. بعضی از سلولا مکانیزم ورود قندشون ممکنه این نباشه، ولی میگم ساختار یه جوریه که همه این سلولا با این حال که ژنتیک مشترکی دارن، تو بروز اون ژنتیک با هم یک تفاوتایی میکنن مسلما و ارگانهای مختلف رو میسازن. در عین استقلال هر واحد همون سلول وابسته است و داره یک کاری رو انجام میده که اون ساختار سلول حفظ بشه و اون سلول های مشابه توی ارگان مشابه دارن یک کاری میکنن که حیات اون جسم، اون بدن ما ادامه پیدا کنه. میگم مثلا حالا بگیم 4 میلیارد یا 3.5 میلیارد سال اینا با هم هی مولکولای ایجاد شدن، هی با هم ترکیبای مختلف رو شکل دادن که الان ما مثلا به طور ساده میگیم چرخه کربس. واقعا مراحلش و تولید این که بفهمیم حالا آخر چند تا ATP میمونه، چند تا مولکول انرژی دهنده میمونه، یا مثلا بتا اکسیداسیون آخرش از چربی چقدر میمونه و این مولکول‌ها حساب کنن. اول از این که خوش به حال اون آدمایی که تو آزمایشگاه اینا حساب کردن و تونستن متوجه بشن این پدیده ها رو، و این پیچیدگی کلی همش برای اینه که ما اون اصل بقایی که گفتم ما جانداران وقتی چه گیاهش چه جاندارای دیگه وقتی بلند میشیم بالاخره این زمان رو باید با انرژی بگذاریم و دغدغه انرژی داریم. حالا دغدغه‌های پایه دیگه مثل تولید مثل اینا هم هست، ولی اولیش اینه که انرژیمون چقدره و این انرژی باید کسب بشه و بدن ما و جانداران دیگه یه جوری هن که واقعا از هر جوری که هست برای اینکه ادامه حیات پیدا کنن سعی میکنن انرژی رو کسب بکنن. خب توی تکامل ما بیشترین زمانی که زندگی کردیم توی غار بوده تا توی آپارتمان 60 متری که حالا هم 2 قدم میریم آب داریم، 2 قدم میریم به منبع تغذیه‌ایمون که همون یخچاله میرسیم که واقعا اگه یه انسانی 10,000 سال پیش قابل باور براش نبوده که 2 قدم بره به منبع تغذیه‌ای برسه و اون حجم کالری رو بگیره. و اصلا بدن ما برای این تکامل پیدا نکرده. ما واقعا شاید صبح باید برای اینکه به منبع آبمون به منبع غذاییمون برسیم باید فعالیت بکنیم. واسه همینه که خیلی هم مثلا یکی از برنامه‌های تمرینی این هستش که مثلا ناشتا میدن باشگاه که حالا هورمون رشد ترشح بشه
و یه حجم بیشتری بگیرن یه چیز تکاملیه، چون ما به طور تکاملمون اینجوری نبوده که توی 60 متری هم آب داشته باشیم هم غذا داشته باشیم و هیچ تلاش جسمانی نکنیم. بدن ما اینجوری شکل گرفته که برای فعالیتایی که مجبور بوده انجام بده راهکارهای مختلفی پیدا کرده. مثلا داشته حرکت میکرده، یه دفعه یک خاری وارد دستش میشه یا یه ماری بهش حمله میکنه. اونجا تندی باید یه مکانیزم، یک فرایندی باشه که سریع حرکتی یا یه انرژی آزاد بکنه و از اون فرار بکنه، از اون منبع تهدید. یا شما یه انسانی رو در نظر بگین که توی دشتی ساعتها دنبال یک جاندار چهارپا دویده که شکارش کنه، تو لحظه ای که حالا باید نیزه‌شو پرتاب بکنه یا مثلا باید اون حیوان رو به زمین بزنه، باید یه انرژی آنی آزاد بشه و بتونه اون حیوان رو دیگه جا خالی نده و اون به انرژی روزانش برسه. برای اینکه ما اون انرژی آنی رو بتونیم آزاد بکنیم، حالا چه فرار بکنیم چه حمله بکنیم، توی عضلات ما، حالا من بیشتر در مورد بافت عضلانی صحبت میکنم، میگم مثلا بافت قلب با بافت مغز فرق میکنه، فرآیندهایی که برای انرژیشون هست. من بیشتر در مورد بافت عضلانی الان صحبت میکنم که هم حالت ورزشی داره هم حالت تغذیه‌ای داره و اصولا شما هر چقدر بافتتون عضلانی تر باشه کالری مصرفیتون هم یه کمی بیشتر میشه تا بافته که چربی باشه. در مورد این مفاهیم اگه قسمت‌های قبلی خورد و خوراک رو دیده باشین و همینجوری اینا رو دنبال کنین، بیشتر اون ذهنیتتون کامل میشه. خب انسان ما از غارش اومده بیرون، یک دفعه یه خاری تو دستش میره یا یه ماری میخواد بهش حمله کنه، یه حرکت آنی، یه عقب نشینی آنی نیاز داره. برای اینکه این انرژی تو بدنش تولید شه یک فرایندی رو میخواد، یعنی که مولکولایی که انرژی حرکت رو ایجاد میکنن که حالا ATP است که تبدیل میشه به ADP و همینجوری، حالا اسم خارجیش رو اصلا به کنار، مولکول انرژی رو باید سریع فراهم بکنه که اون حرکت آنی ایجاد بشه. که توی عضلات ما کراتین و فسفر یه مکانیزمی دارن به نام فسفوژن که این انرژی رو آزاد میکنه، مثل سربازی که دست رو ماشه است، تا یه کمی احساس خطر بکنه شلیک میکنه. کراتین و فسفر ما با هم ترکیب هستن و تندی مولکول انرژی برای ما آزاد میکنن. در حد چند ثانیه این انرژی رو برای ما که بتونیم یه عقب نشینی کنیم یا یه حمله آنی بکنیم که اون جاندار از تیر دست ما خارج نشه و صیدش بکنیم و انرژی روزانمون رو کسب بکنیم فراهم میکنه. ولی این یک مکانیزمیه که یک فرایند یا مکانیزمیه که نیازی به اکسیژن نداره. یعنی شما نفس بکشیم تو اون حالت چه نکشیم، تو اون بازه زمانی کوتاه که بقای ما بهش وابسته است مسلما وابسته به اکسیژن نباید بشه. یه چیز خیلی در اون سلول ماهیچه‌ایه و زودی هم تموم میشه تا شما از اون منبع خطر یکم فاصله بگیرید. یک مکانیزم دیگه ای هم توی بدن هستش که مکانیزم گلیکولیز یا گلیکولیتیکه، یعنی گلوکوز شکسته بشه، مولکول گلوکوز ما شکسته بشه. هر جایی تو پزشکی لیز میاد یا لیتیک میاد یعنی شکسته شده و این مکانیزم هم درون سلولیه، یعنی سلول ماهیچه ما یک کمی آماده داره. تند این مولکول گلوکوز شکسته میشه و شروع میکنه مولکول انرژی برای ما تولید کردن و واقعا این چرخه ها رو وقتی میخونین و اون شیمی عالی که مربوط میشه به اینا رو میخونین، هر بار که آدم میخونه مولکول پیروات این میشه میاد، چقدر تفاوت‌های مختلف پیدا میکنه و آخرش مولکول انرژی تولید میشه. میبینیم که واقعا اون کسایی که اینا رو متوجه شدن تو آزمایشگاه چقدر زحمت کشیدن و چقدر علمشون پیشرفته بوده. ما حالا به عنوان مصرف کننده علم اینا تو کتابا میبینیم، زنجیره ها رو حفظ میکنیم، امتحان میدیم، ولی واقعا اون کسایی که دست اول اینا رو درآوردن تو آزمایشگاه
خیلی زحمت کشیدن و ما مدیونشونیم. این مکانیسم گلیکولیتیک یا گلیکولیز یا شکستن گلوکوز دوباره برای ما انرژی میده. این انرژی آزاد میشه، یه کمیش میده کمک میکنه اون مکانیسم دست به ماشه همچنان حفظ بشه، چون برای همه این مکانیسما ما دوباره انرژی هزینه میکنیم که اونا مثل یک سربازی که خشابش دوباره پر میکنه یه کمی انرژی بهشون میدیم که دوباره اون سرباز دست به ماشه بشه. و این انرژی که مکانیسم گلیکولیز برای ما فراهم میکنه اینم وابسته به اکسیژن نیست. یعنی اینکه حالا من تنفسم چقدر اکسیژن، خونم چقدره، وابسته به این نیست. میگم مکانیسم کراتین و فسفر چند ثانیه اولو برای ما تامین میکنن. این مکانیسم هم در حد دقیقه به ما یه انرژی میده. بعدش خب ما تنفسمون قبلش سیگنالا داده شده، به مغز داده شده، به قلب و ریه داده شده و فرایندهای تولید انرژی پیش میاد که وابسته به اکسیژنن. این فرایندها هم انرژی زیادی رو تولید میکنن، همینم که منابع ذخیره انرژی که درون بدن ما هست مثل بافت چربی، بافت کبد، اینا تحت تاثیر قرار میدن تا مولکولای که سوخت پایه فرایند تولید انرژی هستن برای بدن رو آزاد بکنن و اینا رو هی بسوزونن، مثل موتور ماشینی که هی دیگه روشن شده. خب ولی تا اون فرایند شکل بگیره این دوتا فرایند هستن که یکیش همون کراتین و فسفره، یکیش هم گلیکولیزه. حالا مثلا میگن توی یه سری از رشته‌ها سعی میکنن فسفرشون یه کمی زیاد باشه یا یه عده کراتینین مصرف میکنن. خیلی منطقیه. مثلا شما یه ورزشکار وزنه برداری رو میبینی خیلی آروم میاد روی صحنه و نفسای خوب میگیره و میره و یک دفعه مجبور یک تولید انرژی عظیمی رو بکنه به مدت کوتاه. پس فرایندهایی که درگیره توی این ورزش بیشتر تولید انرژی از طریق همون کراتین فسفات و گلیکولیزه. پس من اگه بخوام یه برنامه تغذیه‌ای واسه ایشون بذارم فرق میکنه با یه کسی که دونده ماراتونه که باید ساعتها سوخت و سازش رو تامین بکنه. خب اون برنامه تغذیه‌ایش با این فرق میکنه، فیزیک بدنش فرق میکنه. مثلا کسایی که تو المپیک میبینین که از میله میپرن، پرش ارتفاع میکنن، میبینین مثلا یه جوری داره نزدیک این میله میشه انگار مثلا میخواد باش احوال پرسی کنه، بعد یک دفعه سرعتش رو زیاد میکنه میپره، برای اینکه این مکانیزم‌های انفجاری رو تو بدنش تقویت کرده. و بدن ما هم این شکلیه، مثل همون دستگاه گوارش که گفتم اگه یک ماده‌ای رو کمبود داشته باشه میره تغییراتی ایجاد میکنه که اون ماده رو از مواد غذایی بکشه بیرون. اگه بدن ما هی تمرین بکنه ببینه این شرایطی که من توش هستم برای بقای من، حالا ما به صورت ورزشی بهش نگاه میکنیم، وابسته به اینه که من هی یه بار سنگینی رو به مدت کوتاه بلند کنم، میره مکانیسمای کراتین فسفاز، مکانیسمای گلیکولیزش رو تقویت میکنه. اگه دقت کرده باشین مثلا وزنه برداری که وزنه اولش رو مثلا خطا میزنه بعد دوباره نوبت خودش میشه تا بخواد اون انرژیشو، اون مکانیسمایی که مثل کراتین فسفاز، مثل گلیکولیزش رو دوباره به حالت اول برگردونه، دوباره نفس میزنه، مکانیسم‌های هوازی و میان انرژیشو میدن، ولی چون بازه زمانی کوتاهه دوباره میخواد تلاش کنه نمیتونه یا اصلا وزنه رو به اون حدم بالا نمیبره. ولی اگه همون ورزشکار بده استراحت بکنه، 2 تا ورزشکار دیگه بیان بعد اون وزنه بزنن، بعد دوباره نوبت خودش باشه، تو حرکت دومش میبینیم که میتونه اون وزنه رو بزنه. این نشون دهنده اینه که خب این مکانیسما وقتی مثلا مکانیسم کراتین فسفاز ما کراتین فسفات ما تیرش رو شلیک میکنه، یک زمانی رو نیاز داره که دوباره اون مکانیسما به حد اعلاشون برسن و خب اون دوره استراحت به اون ورزشکار کمک کرده. الان مثلا شما فکر میکنین میبینین خب دویدن دیگه، شما هر چقدر سبکتر بشین بهتر میدوین. بله واسه دونده ماراتون ممکنه این باشه، ولی کسی که میخواد دوی 100 متر رو زیر
10 ثانیه بره، خیلی از فرآیندهای سوخت و سازش تبدیل میشه به فرآیندهای کراتین فسفاز. اون کراتین فسفاژن مکانیسم تولید انرژی فسفاژنش که اون استارت اولیه رو بزنه و لیزش و میبینین مثلا دونده های 100 متر یه حجم عضلانی دارن. برای اینه که بهشون اون حجم عضلانی کمک میکنه. این در مورد 3 تا فرایند تولید انرژی که توی بدن هست. یکیش کراتین فسفاژنه که از کراتین و فسفات استفاده میکنه. یکیش گلیکولیتیک یا گلیکولیزه که گلوکوز رو میشکونه تو همون ذخیره عضلانی که ما داریم، شروع میکنه گلوکوز رو شکوندن و انرژی تولید کردن. یکیش فرایندهای اکسیداتیو که فرآیندهای وابسته به اکسیژنه که اینا بلند مدت سوخت پایداری رو برای ما تامین میکنن و از بافت‌های دیگه کمک میگیرن. تنفس باید کمک بکنه، ضربان قلب باید کمک بکنه، کبد باید کمک بکنه، بافت چربی باید شروع به این بکنه که چربی رو وارد فرآیند سوخت و ساز بکنه. این 3 تا فرآیند همیشه تو بدن ما فعالن. ما اینجوری نیستش که حالا اون کسی هم که داره ورزش استقامتی میکنه دیگه مکانیسم کراتین فسفاتش کار نکنه، ولی خب میگم بدن با توجه به شرایط بقاش میبینه خب پس این ارگانیسم یا این موجود یا این انسان هی داره از من این تقاضا رو میکنه که من باید به صورت استقامتی فعالیت بکنم، پس این بیشتر میره اون مکانیسمای حوازیش رو تقویت میکنه. یکی دیگه میگه این موجود هی داره از من میگه که من این وزن سنگینی رو میخوام آنی بلند کنم، این میره مکانیسمای دیگه شون رو فعال میکنه و به اون ژن و ماده تولید کننده بیشتر دستورایی میدن که پروتئینایی که و اون فرآیندهایی که مربوط به این مسیر تولید انرژی رو تحریک بکنه. میگم از این فرآیندها توی بالین هم خیلی استفاده میشه. مثلا همین کراتینی که ما میگیم توی وقتی ما تصادف میکنیم تو خون ما بالا میره، آسیبایی که میشه کراتینین آخرش، آسیبای کلیوی به ما میده که ما به عنوان پزشک خیلی باید نگرانش. وقتی سکته میکنیم نوعی از این مولکول دوباره آزاد میشه. تو بالین هم خیلی استفاده میشه. یا مثلا از همین مکانیسم گلیکولیتیک یا گلیکولیز توی پتسکن استفاده میکنن، چون مثلا یه آقای مثل واربرگ فکر کنم اگه اشتباه نگم فهمیده که سلول سرطانی این مکانیسم رو بیشتر ترجیح میدن برای تولید انرژی و تو پتسکن استفاده میکنن. واقعا میگم این کسایی که اینا در آوردن، حالا تو چه محیطی تو چه آزمایشگاهی بودن، واقعا تلاش کردن و مثلا میگن آخر این فرایند 32 تا مولکول تولید کننده انرژیه. بحث مولکوله، یعنی به راحتی با دقت زیاد تونستن اینا رو از کسی بهشون نگفته خودشون بتونن محاسبه بکنن با چه دستگاه‌هایی با چه فرآیندهایی که حالا ما روخونی میکنیم و به عنوان پزشک تو بالینمون استفاده میکنیم. اگه مریض مثلا مشکل سرطان داره میگیم برو پت اسکن بکن، یا مثلا اگه تصادف کرده میگیم حواسمون به کراتین خونش باشه. خیلی مهمه که این 3 تا فرآیند رو ما اینجوری در نظر بگیریم که این 3 تا همیشه با هم دارن کار میکنن. خب حالا یه رژیمی به من معرفی شده به عنوان رژیم فستینگ که من خودم هم خیلی طرفدارشم، خیلی هم دوستش دارم. به من میگن برای کاهش وزن شما باید مثلا انقدر ساعت در روز هیچی نخوری، یا انقدر روز تو هفته چی نخوری و مثلا توی روز یه وعده غذا بخوری، یا مثلا تو هفته چند روزه تو کم کالری سپری بکنی. من اگه دید کلی داشته باشم به سوخت و ساز الان متوجه میشم خب من غذا نمیخورم. یکی از مکانیسم‌ها اینه که قند خونم میاد پایین، بدن میگه مثل این که دیگه از طریق‌های همیشگی قند نمیتونم تولید بکنم، پس چیکار بکنم؟ وقتی قند میاد پایین انسولینم میاد پایین، هورمونایی مثل هورمون رشد و اینا زیاد میشن که به بدن جاهایی که مولکولای انرژی مثل قند و چربی ذخیره شدن
مثل کبد، مثل بافت چربی میگه خب پس شروع کنیم به سوخت و ساز و دیگه مسیرای شکوندن این مولکولات تو بدن آغاز میشه و بدن شروع میکنه به مصرف انرژی ذخیره شده. میگم چون یه انسانی که توی غار بوده یا توی محیطایی بوده که شهرنشین نبودن، توی آپارتمان 60 متری نبوده، هیچ موقع یخچال کنارش نبوده، همیشه بدن جوری طراحی شده که تا میتونه قند و چربی رو ذخیره بکنه، چون معتقد یعنی یه تکاملای هزاران ساله، حالا میگم حیات که از چندین میلیارد ساله، ولی واسه خود همین انسان واقعا ما جوری تکامل پیدا کردیم که ممکنه 4 روز ما گشنگی بکشیم و بدن ما باید سر پا میمونده تا بتونیم شکارمون رو پیدا بکنیم. مکانیسم‌های فستینگ بیشتر یه مکانیسمیه که این گشنگی‌های طبیعی که حالا تو زندگی قبل شهرنشینی بوده برای ما تداعی بکنه به صورت مصنوعی. فوایدش زیاده. یکیش مشکلات کبد چرب و اینا رو خیلی کم میکنه. چربیایی که ذخیره شده رو خب توی بدن مسیر تولید انرژی رو به اون سمت میده و باعث میشه که ما کاهش وزن داشته باشیم. هیچ مشکلی هم نداره. حالا اون چیزی که میگن مثلا شما 16 ساعت هیچی مصرف نکنین، 8 ساعت در 24 ساعت مصرف بکنین، یا مثلا 18 ساعت هیچی مصرف نکنین، 6 ساعت مصرف بکنین. حالا من مثلا یه کارمندیم، تو محیط کارم واسم سخته این کارو بکنم، یا مثلا کارمند بانکم بابا با اعداد حساب بکنم. خب من نمیتونم مثلا 18 ساعت هیچی مصرف نکنم از تغذیه‌ای. خب شما 12 ساعت هیچی مصرف نکن. خورشید که اومد پایین تاریک شد دیگه، هیچ ماده غذایی رو مصرف نکن. خودت یه برآوردی از اون کالری که داری روزانه مصرف میکنی و پیدا کردی با توجه به این اطلاعاتی که حالا گرفتی و نیاز کالری بدنتو میدونی. این باعث میشه که اون حالت آگاهانه باعث میشه اون لذت خورد و خوراکی که ما داریم به صورت کاملا طبیعی هم هست، به صورت کاملا درست هم هست، باعث شده که ما بتونیم به این نقطه برسیم و ادامه حیات بدیم. یه کمی این لذت رو با لذت آگاهانه تغذیه کردن، با لذت این که من الان هیچی نمیخورم، خب ذخایری که کبد چربم یا ذخایر قندم شروع کنم به سوخت و ساز، یکم کاهش وزن پیدا کنم، از مشکلات افزایش وزن تو زندگیم کمتر بکنم. و اینکه خب من وقتی غذا نمیخورم قند خونم میفته، پس چه اتفاقی میفته؟ انسولین کمتر دیگه ترشح میشه. گیرنده های انسولین یا اون فرآیندهایی که انسولین اثر میکنه تو سلولا شروع میکنن نمود پیدا کردن، میگن پس انسولین دیگه کم شده تو محیط، ما بریم اون گیرنده ها، اون فرآیندهایی که انسولین روش اثر میکرده رو تو سلول بیشتر بکنیم. این چیکار میکنه؟ این باعث میشه ما حساسیتمون به انسولین بیشتر بشه، یعنی همون انسولین کم اون اثری رو میذاره تو قند پایین برای ما که یه توی قند بالای انسولین زیادتر استفاده میکنه، اون اثر رو میذاره. خب این باعث میشه ما کنترل قندمون بیشتر شه. کسی که دیابت داره، دیابت نوع 2 داره، اگه تغذیه‌اش آگاهانه باشه میتونه یه کاری بکنه که خب مصرف داروهاش کمتر بشه، چون اکثر داروهای این کنترل دیابت مثلا نوع 2 تحریک میکنن که انسولین تولید کن، انسولین تولید کن. خب ما یه کاری کنیم حساسیت به انسولین زیاد شه، یعنی با همون مقدار انسولین ما جواب بیشتری بگیریم. میگم این مکانیزم تو بدن خیلی طبیعیه، نسبت به صورت خیلی زیاد تو فرآیندهای مختلف تو این مکانیزم وجود داره. مثلا اگه ما یه فرآیندی داریم که الف ب رو تولید میکنه، وقتی ب زیاد میشه الف کم میشه، یعنی الف باعث میشه که ب تولید بشه، وقتی خط تولید زیاد تولید کرد پس الف رو کمش میکنه. اگه انسولین باعث میشه که قند وارد سلول بشه، حالا که قند تو سلول کمه تولید انسولین کم میشه، پس سلول برای اینکه میگم اون حالت استقلال خودشو داره میاد حساسیتشو به انسولین بیشتر میکنه، به ژن‌ها دستور میده که اون گیرنده های انسولین رو بیشتر تولید بکنین. این باعث میشه که حساسیت به انسولین ما بیشتر بشه. قبل از اینکه همین انسولینی که خیلی میگن نه ما حالا دیابت داریم انسولین تزریق نمی‌کنیم، قبل از اینکه این انسولین رو
کشف نکنن، رژیم‌های به‌غایت سختی رو به بیماران دیابتی میدادن و دیابت یه جوری مرگ با شکنجه تعبیر میشه. ولی الان خب این انسولین اومده، اینو به مدل‌های مختلف توی بازار هستش و یک کسی که الان زندگی میکنه واقعا نمیدونه چقدر موهبتی بهش عرضه شده که یه انسان 200 سال پیش تصور نمیکرد. حالا اگه این انسان آگاهانه بدونه که برای اینکه همین یه داروی کوچیک چقدر تلاش شده که به دستش برسه، دیگه یه دفعه اون موضعی که میگیم آقا انسولین بزن، نه من نمیزنم، فلانی زد کلیاش از کار افتاد، فلانی زد چشمش نابینا شد، یه کمی آگاهانه به پدیده نگاه بکنه، میفهمه که این انسولین میتونه چقدر کمکش بکنه، چقدر باعث بشه که از اون حالت که قدیم پیش میومد برای این افراد جلوگیری بکنه. ولی اگه آگاهانه نباشه میگه پس فلانی وقتی بیماریش خیلی شدید شد انسولین زد فوت کرد، انسولین باعث اون شد. نمیگه که اون بیماری با خیلی شدید شد، اون فرد تصمیم گرفت انسولین بزنه، تازه جلوی خیلی از عوارضش رو گرفت، بعد از یک مدتی دچار این عارضه شد. اگه همون آدم انسولین رو نمیزد خیلی زودتر ممکن بود دچار اون عارضه بشه. خب در مورد رژیم فستینگ صحبت کردیم که اینکه من مثلا یه کارمندم، رژیم فستینگ خودم رو میتونم بعد ساعت کاری واسه خودم ایجاد بکنم، حالا تو محیط کارم اون حالتایی که قند خون میفته یه کمی آدم رو سست و لخت میکنن نداشته باشم و اگه من آگاهانه ازش استفاده بکنم، حالا میتونم اون 18 ساعت یا 16 ساعت که بالا پایین بکنم و در نهایت هم مفهوم کلی لاغری همون کمبود کالریه. یعنی اگه شما چیزی مصرف نکنی و کالری وارد بدنت نشه، به قول یکی از اساتید میگم اگه این چیزی وارد دهانتون نشه، کالری وارد بدن نشه، مطمئنا شما کاهش وزن خواهید داشت. یک رژیم دیگه ای هم هست، رژیم کتوژنی که ذهنیت رژیم رو من اول توضیح بدم که این رژیم رو چجوری، یه ذهنیتی داره هر رژیم. مثلا میگم خیلی خوشحالیم که حالا به اینجا رسیم، چون میگم 20 سال پیش واقعا یه عده تبلیغ میکردن فقط آب بخوریم و لاغر شیم. حالا باز خوب فرآیندهای طبیعی رو پیدا کردم و میخوان روی اینا بازی بدن. خیلی رژیمیه که منو یاد یه انسان شکارگر میندازه. رژیمیه که ما کربوهیدرات رو خیلی کم میکنیم، در حد مثلا 5% 10% کالری مورد روزانمون از کربوهیدرات ها میگیریم و سهم چربی رو میبریم خیلی بالا، مثلا 70-80% رو از چربی مصرف میکنیم و پروتئین و این ما و تفاوت هم با پروتئین پر میکنیم بین 20 تا 30% حدودا. یعنی مثلا زیر 50 گرم کربوهیدرات مصرف میکنیم، یا میگم مثلا 5 تا 10% سهم کربوهیدرات رو برای بدن ایجاد میکنیم، بعد میریم چربی رو خیلی مصرف میکنیم، سهمش رو میبریم حدود 70-80%، میگم 80% بعضیا میبرن و اون وسط هم 20-30% هم پروتئین مصرف میکنیم. خیلی منو یاد یه انسان شکارگر میندازه که توی محیط سختی داره زندگی میکنه. راستشو بخوای منو خیلی یاد خرس قطبی میندازه که این فوکای چرب و چیل رو میگیره با ولم میخوره. ما واسه بدن یه شرایطی رو فراهم میکنیم که بدن احساس میکنه که خب الان منبع تامین اصلی انرژی من چربیه، پس مکانیزمایی که باعث چربی سوزی میشه رو تقویت میکنه. نه اینکه مکانیزمای قند سوزی کاملا مختل بشه، این خیلی مهمه، نه اینکه مکانیزمای قند سوزی کاملا مختل بشه، ولی مکانیزمای چربی سوزی فعال میشن و کمی پروتئین سوزی و میگم اینا همه نسبیه. توی همه انسان ها اینا در حال کارن. حالا اگه من یه محیطی رو واسه بدنم فراهم کنم که چربی خیلی واردش میشه، خب چربی میشه معیار اصلی تولید انرژی. خب و این فرآیند تولید چربی کتون تولید میکنه. کتون یه چیزی مثل همون گلوکوز، مولکول انرژی.
و بعدا دیگه به جای اینکه از گلوکوز رو به عنوان سوخت اصلی در نظر بگیره، کتون رو مصرف میکنه، کتوژنیک، یعنی میگن ژنم که میشه تولید کننده رژیمی که کتون نهارن تولید میکنه. یعنی یه رژیمی که قند توش سهمش خیلی کم میشه. حالا من یه نکته بالینی هم بگم، ما یک کمایی داریم توی افرادی که دیابتشون اصلا کنترل نمیشه، یعنی دیابت به یه حد شدیدی میرسه که دیگه انسولین کارکردش کامل مختل میشه و قند دیگه وارد سلولا نمیشه و بدن شروع میکنه از هر چی که دم دستشه، چربی، پروتئین، شروع میکنه انرژی کسب کردن و کتون تولید میکنه و این کتون دیگه به حدی زیاد میشه که اسیدوز میده، مشکلات مختلف میده و بعدن تو حالت کما میده که خیلی از کسایی که نمیدونن دیابت دارن خیلی موقع ها، مثلا دیابت نوع 1 الان کمتر شده، ولی با همین کمای دیابتی یا وارد بیمارستان میشن. خب یکی از کارا، هر کسی که افت هوشیاری داره، ما یکی از کارامون اینه که کم قند بهش میدیم که ببینیم یه موقع افت قند اونقدر باعثش نشده باشه. میگم یعنی این مکانیزم تو بدن بوده، قدیم ها بوده، مکانیزم فرایند تکاملی ماست که بدن میگه پس چربی سوخت اصلیه که الان به من میرسه، من چربی استفاده میکنم. خیلی از انسان ها قبل از این هم که ممکنه تو شرایط سخت کشاورزی نداشتن از این رژیم استفاده بکنن، چون من خیلی فکر کردم چه منبع غذاییه که هم پروتئین داشته باشه، هم چربی زیاد داشته باشه و کربوهیدرات نداشته باشه. حالا درسته ما میتونیم چربی گیاهی استفاده بکنیم و پروتئین گیاهی داشته باشیم. مثلا من روی اون غلات و حبوبات و اینا که خیلی مانور میدن، واقعا پروتئینشون هم زیاده و یه چیز خیلی کامله که حالا میگم ما فقط چسبیدیم به برنج و چیز دیگه ای نمیبینیم. یا اگر هم حالا خیلی کسی بخواد کار بدنسازی بکنه، یه کمی ترک فلان و اینا، دستور که میگم حبوبات، ماش، نخود، اینا رو وقتی ارزش غذایی و پروتئین و ایناشو میبینیم خیلی کمک کننده است. من خیلی نگاه میکنم، مثلا میبینم حالا یه رژیم گیاهخواری بخواد رژیم کتوژنیک بشه کمی سخته، ولی گوشخواری راحته. شما چربی تو شروع میکنین زیاد کردن، حالا میتونین چربی گیاهی هم توش باشه، پروتئین هم که مصرف گوشت و اینا داره. بعد از یه مدتی، بعد چندین روز، 2 تا 4 روز، چون این ژنا باید تولید بشن دیگه، یعنی بدن باید مکانیزم خودش از مصرف قند به مصرف چربی تغییر بده. اینا مولکولاش باید تولید بشه، یکم ساختار سلولا تفاوت پیدا کنه، یکم سرعت بتا اکسیداسیون زیاد بشه، فرآیندهای اکسیژن بعدی که چربی رو میسوزونن توی بدن تقویت بشن، یه چند روزی طول میکشه. بعد از یه مدتی سطح کتون بدنتون بالا میره. خیلی ها رو میبینین حالا یه برنامه تولید میکنن که من رژیم کتوژنیک گرفتن، دستشون میان جلوی دهانشون، یه تنفسشون رو بو میکنن، میگن مثلا تنفس بوی کتون رو داریم یا تنفسمون بوش تغییر کرده. خیلی از کسایی که تو کما هم میان تو بیمارستان دیابتی کتو اسیدوز میگیرن، تنفسشون این بو میده. خب سطح کتون میره بالا، به عنوان منبع سوخت قرار توی بدن شروع به فعالیت میکنه. مغز خیلی جالبه، مغز خیلی گلوکوز دوست داره، خیلی قند دوست داره، ولی شروع میکنه از همین کتون استفاده کردن تو کاربردهای بالینیش. توی بعضی از کنترل‌های سر میگن اون شخص که رژیم کتوژنیک بره کنترل سرش بهتر میشه. و یه چیز جالبم که بگم، رژیم کتوژنیک تمرکز و یه کمی بعد از یه مدتی که خب اولش که آدم فس میشه و لخت میشه و اینا، ولی تمرکز رو زیاد میکنه. یه کمی منطقیه، واسه همین من گفتم یه کمی رژیم گوشخواریه، چون شما وقتی شکارگر بشی باید در آنی از ثانیه اون نیزه رو پرتاب کنی، در آنی از ثانیه تمرکز بکنی و بتونی صیدتو بگیری. یه کمی فقط برای اینکه این مفهومش که حالا اگه جایی خوندین تو ذهنتون شکل بگیره، من ارتباطش دادم با اون انسان شکارگر، برای اینکه این مفهوم کتوژنیک کمی راحت‌تر تو ذهنتون باشه و اون که میگن تمرکز کمی ممکنه بیشتر بشه منطقی به نظر میرسه، چون یه انسانی که باید شکار بکنه باید تمرکزش زیاد باشه تا لحظه‌ای که صدم ثانیه بتونه اون جاندادش رو صید بکنه.
اینم از 2 تا از رژیم‌ها، یکیش کتوژنیک، یکیش رژیم فاستینگ. الان من آگاهانه میتونم تصمیم بگیرم خب مثلا اگه رژیم فاستینگ رو به من میگن روزی یه وعده غذا بخور برای چیه، یا اینکه مثلا میگن خورشید که رفت غروب کرد دیگه غذا نخور، یا اینکه اصلا ساعتی میکنم میگن 18 ساعت هیچی نخور، 16 ساعت هیچی نخور، یا مثلا 2 روز تو هفته میگن کالری کم، 3 روز تو هفته مثلا میگن کالری کم مصرف کن، 2 روز یا مثلا یه عده دیگه میگن 2 روز هیچی مصرف نکن. الان میفهمم خب یه الگوئه، من خودم میتونم آگاهانه کمی باش بازی بکنم، چون اکثر افراد جامعه اون افزایش وزنای بیمارگونه که حتما باید یا مثلا جراحی شن یا باید دارو تزریق کنن ندارن. حالا اومدیم شما دارو هم تزریق کردی، کاهش وزن داشتی، اگه آگاهانه سبک زندگی تو تغییرات کوچیک بدی میتونی جلوی بازگشت اون وزن رو خیلی بگیری. در مورد رژیم کتوژنیک هم که صحبت کردیم که مفهومش چیه، یعنی فرآیندهای تولید انرژی رو سوق بدیم به سوخت و ساز چربی و پروتئین، اکثرش چربی، چون بدن میگم خودش برای اینکه حفظ بقا کنه ببینه تو چه محیطی هست. من الان توی محیطی هم که چربی بیشتر به عنوان سوخت اصلی میرسه، پس من شروع میکنم به چربی سوزی. ولی در کل فرایند لاغری یا چاقی یک فرایند مزمنه. من اگه 20 سال در طی روز 20 کیلو کالری اضافه مصرف بکنم، بعد 20 سال اضافه وزن زیادی خواهم داشت، فقط 20 کیلو. یعنی میخوام بگم این مزمنه. ولی اگه از الان آگاهانه شروع کنم 700 کیلو کالری کم بکنم از کالری که در طی روز مصرف میکنم، مطمئنا در آخر ماه من 2 کیلو کاهش وزن خواهم داشت. مطمئنا بدن برای اینکه حیات پیدا کنی شروع میکنه کاهش وزن انجام دادن. حالا اگه این کاهش وزن اتفاق نیفتاد دلسرد نشیم، یه جای کار داریم اشتباه میریم، یا تو محاسبه کالری ماده‌های غذایی یا تو فعالیت ورزشیمون داریم یه اشتباهی میکنیم. ماه بعد دوباره تلاش میکنیم که میگم اون کاهش وزن رو داشته باشیم. میگم اون کاهش وزن واقعا ملاک نیست، اون ذهنیت، اون تغییر سبک زندگی شاید خیلی مهمتر باشه. حالا من اگه 20 کیلو اضافه وزن دارم الان، باید بدونم که این 20 کیلو من نمیتونم 3 ماه 4 ماه، ممکنه بتونم، بله شما اگه ببرن تو اتاق زندانی بکنن ممکنه 5 روز بتونی کاهش وزن زیادی داشته باشی، ولی اصولی نیست، چون همه این کاهش وزنا باید سیستم کبدی رو درگیر میکنه، سیستم کلیوی رو درگیر میکنه. خیلی از کاهش وزنای آنی و شدید مثلا سنگ صفرا رو زیاد میکنه، آسیب زننده است. اصلا در نهایت حتی اگه مفهوم زیبایی هم باشه، شما کاهش وزن خیلی شدید داشته باشی، استریای پوستت، افتادگی پوستت، خب پوست که دیگه خودشو نمیتونه با اون وقف بده، شما کالری ازش میگیری، پوست برای اینکه خودشو جمع بکنه باید یک هماهنگی با افزایش کاهش سایزتون داشته باشه. واسه همین خیلی موقع افتادگی‌های شدید میره، از نظر زیبایی هم جذاب نیست. و در نهایت شما اگه سبک زندگیتون رو نخواین تغییر بدین، خیلی اون کاهش وزن و افزایش وزن بلند مدت نخواهد بود. ممکنه شما با یک کاهش وزن آنی مواجه بشین، ولی بعد از یه چند ماه دوباره افزایش وزن داشته باشین. پس واسه همون 2 کیلو 2 کیلو و نیم حالا 3 کیلو در ماه بیشتر کاهش وزن توصیه نمی‌کنن. اگه من 20 کیلو افزایش وزن دارم، پس بدونیم یک فرایند 10 ماهه‌ای حتما من باید درگیر این باشم. بعد از اون موقعی که به کاهش وزن ایدئالم رسیدم، حالا مفهوم تغذیه آگاهانه رو میدونم، کالری مواد غذایی رو میدونم، چندین تا الگو برای کاهش کالری و رژیم رو میدونم که حالا یکیش فاستینگ، یکیش رژیم کتوژنیکه، دیگه درگیر اون صحبت‌های خرافی که نیستم که حالا حتما با اینو بخور لاغر میشی. خب مثلا لاغر شدم بعدش چی؟ یا اینکه فقط آب بخور، یا مثلا فقط این ماده رو بخور که شما بخوای کاهش وزن داشته باشی. درگیر اونا نمیشم. الان خودم میتونم یه کمی دید آگاهانه داشته باشم، وزنمو تو اون حالا با مشاور تغذیه گرفتم، یا خودم برنامه تغذیه‌ای دادم، وزنمو به یه حد ایدئالی رسوندم، حالا وزنمو تو اون حد ایدئال نگه می‌دارم به مرور زمان. یا اگه افزایش وزن پیدا کردم میدونم که خب الان 2-3 کیلو اضافه شدم، دوباره باید یه کمی فکر تغذیه هم باشه. همین می‌خواستم در مورد مفهوم کاهش وزن یکمی با هم صحبت کنیم، در مورد 2 تا رژیمی که خیلی به‌روزه، رژیم کتوژنیک و رژیم فاستینگ با هم صحبت کنیم که انجام دادیم.
هر چقدر برنامه‌های خورد و خوراک رو ببینین دیدتون کاملتر میشه نسبت به مفهوم تغذیه آگاهانه. خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.